استودیو رو دارم پس میدم. من دارم استودیو رو پس میدم. حرف بزن با مگه بفرما مارمولک. با اصلای روسا نمیشه. سلام دوستان. من امروز خیلی دیر بیدار شدم بچه‌ها. آسمون به طرز عجیبی آفتابیه و داره منو اینجوری سیخ میده که باشو کار کن. نمیدونم بچه‌ها من چرا هر چی کار میکنم انگار کار نمیکنم. میدونین؟ یعنی دارم کار میکنم ولی همش اینجوریم که داری کاری نمیکنی. خود تخریبی عجیبی توم هست. یه تصمیم گرفتم که از این به بعد ولاگام یه هفته‌ای باشه. در طول روز کار خاصی انجام نمیدم غیر از کار کردن که تهش بگم کاری نکردم. دیروز بچه‌ها من رفتم استودیو، اسپری گرفتم، یه اسپری شیشه مات کن گرفتم. داشتم اسپری میکردم اصلا یه دفعه دیدم که یه مارمولک کوچولوی انقدی توی استودیوه. مارمولک بچه چسبیده بود به چسبی که رو زمین بود، انقدر فسقلی. من فکر می‌کردم داره الکی داره تمارض میکنه، ولی بعد آقا یعنی زنگ زدم به یکی از آشناهامون که بیاد برش داره، چون من نمیتونم به کوچولو دست نمیتونم. آره آقا اومد برش داره، بعد دستشم کندش، دستش کوچولو بود. وقتی چه انداختش روی سقف، حال نمیدونیم آخه میگن که زنده میمونم، چون زنده بود. شاید باز تمارض داشت میکرد اینطوری. یکی اون بالا میبینیم مامانم گرفته. من زیاد دوستش ندارم، خیلی خوشگله، یعنی واسه محیط همین الان که میبینیم بالا سرمه خیلی خوشگله، ولی برگوش اینجوری. خبری که همیشه از من میتونید دریافت کنید، اتاقم کثیفه. کثیف که نیست، یعنی سگ نریده وسطش، ولی یه سگ میتونه ریده باشه توش. چقدر تو ایران مستقل بودن سخته. همه آدما با اینکه میگن که آره، یعنی میرسن، میبینن که ماه بعد میرسن که کار کنن، کم و بیش به یه چیزایی برسن، ولی داستان اینه که مردم ما دارن مدام میدوئن. نمیدونم، آدم اصلا اعصابش خورد میفته بخواد هی فکر کنه بهش، دیگه زندگی نمیتونه بکنه، ولی آدم نمیتونه گاوم بمونه. بریم میدونین هستیم توش، داریم میبینیم اگر میان یوتیوب باز میکنه یه نفر یا میاد اینستا رو باز میکنه، برای اینکه یه ذره از این محیط بره بیرون، چون آدما تحت هر شرایطی که باشن، جنگ جهانی هم باشه، روحیه مردم خیلی مهمه. پس من سعی میکنم زیاد اینجا در مورد این صحبت نکنم، اولین بار دارم صحبت میکنم، ولی سعی میکنم دیگه صحبت نکنم. اگر دیدین صحبت نمیکنم، نه اینکه بی آر باشم و برام مهم نباشه، فقط میخوام که بگم آقا طرف که الان اومده مثلا داره نیم ساعت 20 دقیقه وقت خودشو میذاره واسه یه ویدیو، میخواد که حالش بهتر بشه و نمیخواد چیزای دیگه یادآوری بشه بهش. خیلی خوبم. راستی موهام دیدین چتری زدم ریدم توش، اینا روز شدم. روز اولو شروع میکنیم. چی بپوشم؟ من الان واسه امروز حس میکنم آمادم. اگه یه خورده بخوام درق بزنم، اگه یه خوردم بخوام رژ لب بزنم، من آمادم. خط چشو اینا نمیکشم، خدا وکیلی اصلا حوصله ندارم جدی. شاید من با این ولاگ هفتگی بتونم بیشتر منظم باشم، چون من برنامه‌ریزی میکنم و انجامش نمیدم. یک اتاق کثیف، یه اتاق همچنان کثیف، تصمیم بر چی بود الان؟ تصمیم بر این بود که برم یه دونه دیگه هم قوطی رنگ که نه، یه دونه دیگه هم قوطی شیشه مال، یه دونه دیگه هم شیشه های. حرف بزن لیلی، حرف بزن، با من باش. یک دونه دیگه از اون
یک دونه دیگه از اون اسپری شیشه مات کن بگیرم که برم استودیو و بقیه کاراشو برسم ماتش کنم، چون که انگار بوش زیاد میمونه. بوش انگار زیاد میمونه و باعث میشه که خب خفه بشم وقتی اون تو دارم کار میکنم. و پنجرهاشم بستم. ولی الان خیلی خوابم میاد، برای همین یه نیم ساعت 40 دقیقه میخوابم، بعد میرم اون کار انجام میدم. حالا شبم بشه زیاد اشکالی نداره. میدونین مثلا اگه آدم بخواد یه سری سفارش‌های مثلا محدود بگیره یا مثلا یه تصویرسازی که خودش انجام میده رو انجام بده، تصویرسازی ذهنی خودش رو انجام بده، خیلی بیشتر میتونه سبک خودش رو پیدا کنه تا اینکه بخواد به سلیقه دیگران کار کنه. خب من کارم اینه، ازش لذت میبرم، خوشم میاد که مثلا آدمای مختلف رو میبینم، برای دوست دخترشون سفارش میدن، برای دوست پسرشون سفارش میدن، یا مثلا کلا کاپلی سفارش میدن. خیلی چیز قشنگیه. ولی واقعا دلم میخواد سبک خودم پیدا کنم. نمیفهمم که آیا واقعا سبکی دارم الان یا نه. الان دوستش دارم ولی گفتم که بهتون میخوام بفهمم سبکم چیه. به نظر من توی هنر هر کسی رسالتی داره دیگه، باید ازش استفاده کنه. شاید هم رسالتی آدم نداشته باشه، صرفا رسالتش کار دیگه. درست میکنه، درست میشه، اینم میگذره، اینم درست میشه. همه چی که اولش خوب است بچه‌ها، آدم باید ادامه بده، آدم باید تسلیم نشه. که اینجا ملاحظه میکنیم این دو تا پنجره خیلی خوب مات شدن. پایین کاغذایی که چسبونده بودم به خاطر اینکه نمیخواستم تیره بشه، برای همین کاغذ رو چسبوندم کردم. این دو تا گل رنگ خدا. تجربه قبلی که اومدم اینجا دیدم که مارمولک اینجا بود، برای همین کفشم افهم در نمیارم فعلا. چرا به چسب گیر کردی مانگول؟ مگه میشه؟ مارمولک بیشتر اینجا باشه چی؟ من نمیخوام که اینجا ما دیگه باید خودم شجاعت خودم نشون بدم و این مارمولک اینجا بنزم بیرون. اینجا خونه منه. خارج دقیقت مره و تکالرگی دقننه. من نمیتونم بچه. من هنوز برای گرفتن مارمولک اونقدر اصلا اشکال نداره بترسیم. اگر رسمی دهن سرویس من با انرژی بدن. خب تنم در هم موهای تنم بچه ها ریز شده مثلا. مولک مالا خدا اینو از یه خانوادم باور کنید قبلی هم اومده بود تو چسب. ما نمیگذاریم که یک مارمولک برای ما تعیین تکلیف کند. یه مارمولکی که اگه مثلا 24,000 تا ازش توی استادیوم باشه شاید کف استادیوم پر کنه. همجوری به صورت نگران به کارم ادامه میدم دیگه. آخه عزیزم او داره حمله میکنه بهتون. یه تقیی چی بزنیم؟ آره میتونه بره. نه من امروز مثلا خواستم خیلی پروداکتیو بشم، صبح زود پشم برم استودیو کارا برسم، اما دنیا بهم گفت وایسا برات یه مارمولک میفرستم.
بفرما مارمولک. مسا رو ارسال کردم، اسپری شیشه رو زدم، شیشه رو مات‌تر کردم نسبتاً. حس میکنم باز نیازه، ولی حس میکنم که این آقاه داشت میکرد تو پاچم. اسپری رو ترجیح میدم به چسب، نمیدونم چرا. چسب اینجوری که هی بکش، هی ایزی بکشه، هی بکشه. تمام. یخت استراحت، بعد نقاشی، چسبی شده. آره دیگه. خب من برم به فکری به حال موهام بکنم، چون حس میکنم که نباید انقدر امروز میخواستم یکم استراحت کنم، یعنی که استراحت که نه، یعنی بشینم تو خونه فقط نقاشی بکشم، ولی باید حتما برم استودیو سم مارمولک بگیرم و درجزای توی استودیو رو بپوشونم. من مجدد برگشتم استودیو. شاید بگیم که چقدر این پروه، اما اینجا مال منه، نه مال مارمولکا. شاید هم اینجا مال مارمولکا. من امروز اومدم اینجا که شکاف‌ها و درزها رو ببندم. مامانم کلا اجازه نمیده من هیچ کاری انجام بدم، همه کارا رو جلو جلو خودش میره انجام میده. برای همین من تصمیم گرفتم که چون بچه خودشم، من جلو جلو برم انجام بدم کارهای خودم. این مرحله درزگیری. این زندگی من اینطور اشتباه اومدم. خیلی ای بابا لباس مورد علاقم. خب به نظرم این قدرش رو کسبانی بکنم. بتونه بگیرم رو بتونه کاری کنم و اینا، ولی الان نمیتونم اصلا برن کارم را بیفته. اونم بپوشونم که سلام کولرم درزایی داره که بازه. با عصای موسا نمیشه کار کرد. این مال یه مارمولکه که بتونه بیاد تو. من نمیذارم. پیس آره دیروز استودیو بودم. خب به همه کارش رسیدم، درزگیری رو انجام دادم، سمم زدم، اومدم بیرون. خانمه گفته بود سم بو نمیده، ولی داشت خفم میکرد. عطاری که رفته بودم سم بگیرم بچه‌ها
دیدم که ماچا دارم این اصل نیستش. خب ولی گرفتم که ببینم چه جوریه مزش. از خواب دیشب که از خواب بیدار میشدم اینجوری بودم که اون نقاشی اینجا اونجوری بکشم، دوباره میخوابیدم اینجوری این نقاشی 15x15 بود. اصلا یعنی اینقدر بد دارم میخوام چند شب و اینقدر استرسم. مثلا بعضی فکر میکنن که من ریلکس میام نقاشی میکشم میندازم کنار، چند تا رو با هم وقت نمیذارم، ولی بچه‌ها من تک تک نقاشی‌ها جون میدم. یکی از جونای من کم میشه، یکی از سالای زندگی من کم میشه هر دفعه. من میرم این چای امتحان میکنم، اگه خوب بود خوشم آمد بهتون میگم که شما استفاده کنید. البته این اصل نیست تا بازم بگم. ببین لجن شده، نمیدونم دارم ماچا رو با رسومات ژاپنی انجام نمیدم. چای میده. چای سبز. چای عالی. پایه دوربینمو تو استودیو جا گذاشتم و الان نمیدونم این کجا بزنم تو دستم باشه. خب من تمام کاری که دیروز کردم این بودش که بیدار شم، یه ماچای آب لجنی بخورم، نگران بودن، خوابیدن و مثلا یه دو نقاشی کشیدم بود. در صورتی که باید مثلا یه هفته دیگه ارسال کنم و مثلا 11 تا کار مونده که هنوز تکمیلش نکردم. فشار میاره بهم، ولی خب به دلایلی همیشه توش سهلنگاری میکنم و میندازمش عقب. حس میکنم که میخوام دوباره برگردم به فعالیت توی اینستا. فکر کنم یه بخش از زیادی از وجودم حسش اینه که میخواد یکم بیشتر استراحت کنه و دارش خوش میگذره، ولی فکر میکنم که دلایلی که دارم این کارو میکنم از عقب نشینی میکنم به خاطر یه سری حرفایی که میشنوم، نه از طرف مردم، از طرف کسایی که خودم میشناسم. یعنی اصلا مربوط به شما نمیشه بچه، شما همیشه بهترینین و هیچ وقت اذیتم نکردین، غیر از یه عده‌ای که اصلا اونا جزء شما حساب نمیشن. خدچش هم یکی ندارم، برای یه خدچش میکشیم که یه کوچولو تابتا. اگه بچه‌ها خط چشتون تابتا میشه ناراحت نشید. تو زندگی هیچی دقیقا مثل هم نیست، نه دوتا آدم، نه دوتا زندگی، نه حتی چشمای یه آدم تو صورت خودش. هیچ چیز دنیا دقیقا مثل یکی دیگه نیست. مثلا من این ابروم با این ابروم قیفم، لبم میخورده کجه و این اشکال نداره، اونقدر مهم نیست. چی تو دنیا درسته که این درست باشه؟ اصلا کی گفته که این درست نیست؟ مهم نیست. هر چی دوست داریم بپوشین و موهاتون رو هر چقدر بعد چتری بزنین. غل. دیشب تا ساعت 3:30 داشتم کار میکردم و امروز روز آخر به من حسن ختام فقط میخوام نقاشی بکشم. که میدونین بالاه باید همشون تا یه هفته دیگه تکمیل کنم و یه 7-8 تا دیگه هم بکشم. بچه‌ها مواظب خودتون باشین. خواستم بگم که اگه این ولاگو دیدین این 1 هفته کامل من بود. اگه مثلا تو زندگیتون مثل من هیچ کاری نمی کنید زیاد ناراحت نباشید. زندگی خیلی بیشتر از یه هفته است، اصلا مهم نیست. خیلی دوستتون دارم بچه ها، مواظب خودتون باشین. خدا ترکیدم. کاری که دارم میکنم اینه که میذارمشون تو اتاقی که قرار اسپری زده بشه، یعنی روز اول. این نشون میده که بچه‌ها من مامان خوبی نخواهم. من پارک کردم. اسپری شیشه مات کن.
عالیه. مارمولک. من استودیو رو دارم پس میدم. من دارم استودیو رو پس میدم. من دارم استودیو رو پس میدم. چه گویی بخورم؟ اومده تو استودیو. ایمانو بفرستین. آخه در میاد. آخه خب به رحمت خدا رفت.